با تأسف اطلاع یافتیم که ملالای میوند گرداننده تلویزیون خصوصی انعکاس در ولایت ننگرهار بامداد امروز از سوی افراد ناشناس به شهادت رسید. ملالای میوند خبرنگار زن افغان به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس در افغانستان کشته شد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می‌گویند صبح امروز افراد ناشناس مسلح یک خبرنگار زن را در این ولایت کشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز پنجشنبه 20 قوس گفت که حوالی ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی در ناحیه سیوم شهر جلال آباد زمانی که ملالای میوند به طرف دفتر کار خود می رفت از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. با گفته سخنگوی والی ننگرهار خانم میوند از فعالان مدنی این ولایت نیز بود. او افزون بر خبرنگاری و گویندگی در تلویزیون خصوصی انعکاس یکی از تحلیلگران بازی کرکت نیز بود. در حمله امروز راننده خانم میوند نیز کشته شده است. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. نهاد حمایت کنندگان رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر خبرنامه‌ای نوشته که با کشته شدن ملاله فضای کار برای خبرنگاران زن محدود می شود و خبرنگاران دیگر جرأت نخواهند کرد تا کار خبرنگاری کنند، چیزی که دشمنان آگاهی مردم افغانستان از دیر بر آن تلاش دارند. برخی از نمایندگان کشورهای خارجی در افغانستان نیز نسبت به کشته شدن این خبرنگار ابراز تأسف کرده اند. مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز تأسف از کشته شدن ملاله گفته که حمله به روزنامه‌نگاران حمله به آزادی بیان است و هرگز تحمل نخواهد شد. این اتحادیه نوشت ما امیدواریم که این جنایت فجیع بررسی شود و عاملان این امر به دادگاه کشانده شوند. آلیسون بلیک سفیر بریتانیا در کابل نیز کشته شدن این خبرنگار و راننده وی را محکوم کرده است. سفارت آلمان در کابل نیز در توییتر خود نوشته روز جهانی حقوق بشر با کشته شدن یک خبرنگار در افغانستان آغاز شد. ما حملات بر رسانه‌ها و نمایندگان جامعه مدنی و غیر نظامیان را به شدت محکوم می‌کنیم و این کار باید متوقف شود. افغانستان از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران در جهان محسوب می شود. اواسط ماه گذشته میلادی نیز در ولایت هلمند الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی هدف انفجار ماین قرار گرفت و جان باخت. کم پیشتر از آن نیز در کابل در رویداد مشابه یماس سیاوش مجری پیشین تلویزیون خصوصی طلوع همراه با 2 نفر دیگر کشته شد. نهاد حمایت کنندگان رسانه‌های افغانستان گفته که تاکنون عاملان این ترورها از سوی حکومت شناسایی نشده است. با اساس اطلاعات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در سال جاری پیش از قتل خانم میوند 6 خبرنگار دیگر نیز در این کشور کشته شده اند. مسئولان این نهاد گفته بودند که در 19 سال گذشته 133 خبرنگار در افغانستان کشته و شمار بیشتر از این رقم زخمی شده اند. از خداوند متعال برای خانم میوند بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل خواهانیم. انا لله و انا الیه راجعون.